بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخ الإسلام رحمة الله عليه در عقیده واسطیه در بابت فضیلت صحابگان کرام رضی الله عنهم سخن کردند و گفتند که ما هر نفری که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را نام گرفته بشارت به جنت دادند، ما هم آنها را بشارت میدیم، مانند 10 یاران بهشتی و غیر آنها که در حدیث های گوناگون به جنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی صحابه ها را با نامشان بشارت دادند. بعد از آن گفتند که و یقرون بما تواتر به النقل عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه و غیره من ان خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر و یثلثون بعثمان. و اهل سنت و الجماعت اقرار میکنند که با آن نقل متواتری که از حضرت امیر مؤمن ها علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و ارضاه آمده است و از غیر علی هم آمده است که یعنی نقل متواتر است. یعنی متواتر چگونه که میدونید امت زیاد روایت کردگی است که جمع شده دروغ گفتن آنها ناممکن است. همه اینها از جمله حضرت علی رضی الله عنه خبر دادند که خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر، بهترین شخصیت این امت اسلام بعد پیغمبرش این حضرت ابو بکر است. ثم عمر، سپس حضرت عمر، و یثلثون بعثمان، سومین شخص را حضرت عثمان میدانند، و یربعون بعلی رضی الله عنه، چهارمین آنها را حضرت علی رضی الله عنه میدانند. کما دلت علیه الاثار، چگونه که حدیث ها به این دلالت کرده است. و کما اجمعت الصحابه علی تقدیم عثمان فی البیعه، چگونه که تمام صحابه ها اجماع کردند به تقدیم عثمان بر علی در بیعت. یعنی صحابه ها یگان کس خلاف نبرآمد به خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه، بلکه همه راضی شدند. مع ان بعض اهل السنه كانوا قد اختلفوا في عثمان و علی، و بعضی از علمای اهل سنت و الجماعت اختلاف کرده بودند در مسئله عثمان و علی، کدام اینها بهتر هستند. بعد اتفاقهم على تقدیم ابی بکر و عمر، بعد اینکه ابو بکر و عمر تقدیم کردند، گفتند که واقعا بعد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین این امت ابو بکر است، سپس عمر است. و لیکن در مسئله عثمان و در مسئله علی اختلاف کردند، گفتند که کدام اینها بهتر باشد. بعضی علما رحمت الله علیهم، یعنی اصلا این بین صحابه ها بود، حضرت عثمان را مقدم دانستند، گفتند که فقدم قوم عثمان و سکتوا. بعضی مردم حضرت عثمان را از علی مقدم دانستند، گفتند که بعد عمر عثمان است و سکوت کردند. او ربعوا بعلی، و یک گروه اینها سیومین اینها عثمان و چهارمین اینها علی هست گفتند. و قدم قوم علی، قوم حضرت علی را مقدم دانست، گفت که حضرت علی از عثمان بهتر است. گفت و قوم توقفوا، و سیومین قوم توقف کردند، یعنی سکوت کردند. یعنی شیخ الاسلام 3 قول را با 2 وجهش نقل کردن برای ما. قول یکم حضرت عثمان بهتر، قول دوم حضرت علی بهتر، قوم سیوم مردم توقف کردن، گفته در مسئله عثمان و علی سخن نمی کنیم. ولکن
لكن استقر امر اهل السنة على تقدیم عثمان ثم علی. این در ابتدای امر بود، لیکن سپس مقرر شد، یعنی آمده قرار گرفت خلاصه اهل سنت و الجماعت به تقدیم عثمان بر علی. یعنی در آخر به خلاصه آمدن که حضرت عثمان از حضرت علی بهتر است. و این كانت هذه المسألة مسألة عثمان و علی ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور اهل السنت. ببینید شیخ الاسلام چی میگن. اگر چنده که مسئله عثمان و علی، این مسئله یعنی بهتر دانستنی یکی اینها از اصول اهل سنت و الجماعت نیست که در این مسئله یک کس را گمراه گفته شود. مثلا یک آدم گفت که حضرت علی از حضرت عثمان بهتر است، ما نمیگوییم که به سبب همین سخنش وی گمراه شد. هر دوشم بهتر، هر دوشم میدونند که از اهل فضل هستند، فقط اول علی سپس عثمان گوید. شیخ الاسلام میگن که در نزد جمهور علما همین آدم گمراه شماریده نمیشد. لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافه. لیکن مسئله که در آن مسئله مخالف را گمراه گفته میشه در مسئله خلافت. اگر گوید که اول علی باید خلیفه میشد سپس عثمان خلیفه میشد، گفت گمراه است الکی، برای اینکه مسئله خلافت دیگر است. و ذلك انهم يؤمنون ان الخليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. برای آنکه اهل سنت و الجماعت عقیده دارند که جای نشین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بعدی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو بکر صدیق هستند، سپس عمر بن الخطاب، سپس عثمان، سپس علی رضی الله عنه هستند. بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که و من طعن فی خلافت احد من هؤلاء فهو اضل من حمار اهله. کدام انسانی که در خلافت یکی اینها طعنه زند، یعنی در خلافتش طعنه زند که باید اول علی میشد خلیفه نه ابو بکر، یا باید اول علی میشد نه عثمان، گوید طعنه زند، او از خری خانگیش هم گمراه تر است. گفتم این سخن شیخ الاسلام رحمت الله علیه است. واقعا اگر به آثار و حدیث ها نظر کنید، فضیلت عثمان رضی الله عنه از حضرت علی بالا هست، برای آنکه هر دوی اینها داماد بودند. به عثمان 2 دختر دادند، به علی 1 دختر. و بله دختری که به علی دادند بهتر است از 2 دختری که حضرت عثمان رضی الله عنه خاندار شده بودند. ولی پیامبر علیه السلام گفتند که اگر وقتی که دویومین همسر عثمان از دنیا گذشت، پیامبر علیه السلام گفتند که اگر باز یک دیگر دختری می داشتم اونم به عثمان می دادم. گفتند. و حضرت ابو ایوب انصاری میگویند که من لم یقدم عثمان علی علی فقد ازرا بالمهاجرین والانصار. کدام انسانی که عثمان را بر علی مقدم نداند در حقیقت به تمام مهاجرهای و انصاریها یعنی تحقیر آورده است. سخن حضرت ابو ایوب انصاری را که بسیار سخن بزرگ است، کسی که عثمان را اگر بر علی مقدم نداند تحقیر مهاجرین و انصار کرده است. برای چی؟ برای آنکه تمام مهاجرین و انصار، آنهایی که الله سبحانه و تعالی برای آنها ثنا گفت، اینها آمده با عثمان بیعت کردند، به پادشاهی و خلیفگی ایشان آنها دست دادند و عهد و پیمان دادند. اینا
شخصیتایی که غلط نمی کردند، یعنی عموم اینها عدل هستند. الله تعالی در سوره انفال میگوید والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. آنهایی که ایمان آوردند و هجرت کردند از مکه به مدینه و جاهدوا فی سبیل الله، در راه الله جهاد کردند. والذین آووا، و آنهایی که به مهاجرین جای دادند یعنی انصاری ها، و نصروا، و نصرت دین، نصرت پیغمبر و نصرت مهاجرین کردند. اولئک هم المؤمنون حقا، اینها مؤمن های حقیقی هستند، یعنی مهاجرها و انصارها. لهم مغفره و رزق کریم، برای آنها مغفرت است و رزق کریم است، جنت است. الله سبحانه و تعالی آنها را بسیار ثناهای عظیم در حق مهاجرین و انصار کرده است. آنها حضرت عثمان را از حضرت علی مقدم دانستند. بنابراین کسی که اگر بر خلافت یکی اینها طعنه زند و از خری خانگیش هم گمراه است کتند. این بود درباره صحابه ها مختصر قول. بعد از آن شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که یحبون اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و یتولونهم. اهل سنت و الجماعت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم را هم دوست می‌دارند. اهل بیت یعنی اهل و عائله خویشاوندان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، همسرانشان، فرزندانشان، نبیرگانشان، نسلشان و عمک‌هایی که اسلام قبول کردند. و یحفظون فیهم وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، و در حق خویشاوندان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت پیامبر صلی الله علیه وسلم را رعایت میکنند، محافظت میکنند. هر وصیتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره خویشاوندانشان گفتند آن وصیت را اهل سنت اجرا میکنند. حیث قال یوم غدیر خوم، چون جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم روز در غدیر خوم وقتی بازگشت از مکه از حجة الوداع بود، در آنجا گفتند که اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، من شما را نسبت اهل بیتم خاطر رسان میکنم، یعنی بعد من خویشاوندان مرا احترام کنید. من شما را خاطر رسان میکنم که خویشاوندان مرا یعنی حقوق آنها را رعایت کنید. غدیر در لغت عرب مجمع السیل، جایی که سیل جمع می شود، کول. خوم میگن که اسمی مرده که همین کل به همه آدم نسبت داده می شد، یعنی که غدیر خوم گفته می شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم در همین جا یک برآمدی کردند و گفتند که من شما را وصیت میکنم که بعد وفات من به خویشاوندان من نیکی کنید. و قال ایضا للعباس عمه، و این چنین به عمکشان عباس رضی الله عنه گفتند وقد شکا الیه ان بعض قریش یجفو بنی هاشم. حضرت عباس آمد گفتند که بعض قریشی ها نسبت بنی هاشم سخنهای جفا میگوید، یعنی سخنهای ناحق میگوید. فقال، بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که والذی نفسی بیده لا یؤمنون حتی یحبوکم لله ولقرابتی، قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، آنها مؤمن حقیقی نمیشوند تا آن دمی که شما را به خاطر الله و به خاطر اینکه شما خویشاوندان من هستید دوست دارند. کسی که اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم را احترام کردنی باشد، آل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، خویشان پیامبر صلی الله علیه وسلم را احترام کنند. و در این دنیا از همه بسیارترین اهل و عائله این عائله پیامبر صلی الله علیه وسلم است. ولی بعضی بیسوادها میگه در تاجیکستان، یعنی مقصد خویشای پیامبر صلی الله علیه وسلم نیستن، ایشان و توره ها همه دروغ است، میگه غلط میکند.
برای آنکه 2 میلیارد مسلمان یا اینکه 1.5 میلیاردش اگر نمازخوان باشد یا 1 میلیاردش اگر نمازخوان باشد در یک روز چندین مراتبه را در التحیات میشیند اللهم صل علی محمد و علی آل محمد اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد. پروردگارا به محمد و خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم سلام و درود فرستان. اللهم بارک علی محمد، پروردگارا بارک علی محمد، به عائله محمد صلی الله علیه و سلم، به محمد صلی الله علیه و سلم و به اهل و بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم برکت ده. برکت ده یعنی آنها رو زیاد گردان. ما آل بیت نیستیم تا جایی که میدونم. آل بیت نیستیم، یگان دلیل نداریم که آل بیت باشیم که مقصد یگان کس نگود که با اینم ایشان است به فکرم برای همین طرف ایشان های گرفتاد است. اگر کسی شجره داشته باشد، اثبات داشته باشد که وی نسلی پیامبر صلی الله علیه و سلم است، والله به خاطر الله و به خاطر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم احترام میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ لا یؤمنون حتی یحبوکم لله و لقرابته. ایمانی آنها ایمان حقیقی نمی شود تا آن دمی که شما را به خاطر الله و به خاطر خویش من بودنتان دوست ندارند. بنابراین بعضی علما استادانمون پرسیده می شدن از بعضی فاسق های اهل بیت، مسلمان است ولی فاسق است، از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. می گفتم به هر حال نصیحت کردن، امر معروف نهی منکر کردن آنها واجب است، ولی احترام آنها هم واجب است برای آنکه آنها خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم است. بله در دین مقدس اسلام یعنی که انسان از روی تقوا در نزد پروردگار قدر و قیمت دارد. انما اکرمکم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله تعالی میگوید که البته مکرمترین شما در نزد الله تعالی با تقوادارترین شما. ولی شما با تقوا شوید، شما به خاطر الله آنها را احترام کنید، قدر شما از آنها بلند است، از خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم که طبق سنت بابایشان عمل نمی کنند، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را پیروی نمی کنند، قدر شما بلند است. وقتی که شما به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم احترام میگذارید و به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل میکنید و حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را حفظ میکنید و آن را به مردم پهن میکنید و این چنین به خاطر الله و رسول الله خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست میدارید و آنها را نصیحت میکنید، آنها را دعوت به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم میکنید، شما بهتر هستید از آنها. لیکن طعنه زدن و آنها را تحقیر کردن این عملی خوب نیست. و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که وقال ان الله اصطفى بني اسماعیل و اصطفى من بني اسماعیل کنانته و اصطفى من کنانه قریشا و اصطفى من قریش بني هاشم و اصطفانی من بني هاشم. ببینید پیامبر علیه الصلاة و السلام چی گفتن؟ الله تعالی فرزندان اسماعیل را اختیار کرد. ببینید حضرت ابراهیم 2 پسر داشتند، یکی اسماعیل که از هاجر بود، مادرش هاجر است، دیگری اسحاق که مادرش سارا است. سارا هاجر را به حضرت ابراهیم تحفه کرده بود. وقتی که به مصر در آمدند، پادشاه مصر همین خیلی عادت داشت که کسی زنش زیبا باشد غصباً کشیده می گرفت. بعد حضرت ابراهیم وقتی که پرسیدن که این کی است، گفتن خواهرم. نگفتن که همسرم، مقصد خواهرم گفتن، منظور خواهر اسلامی هم گفتن. دروغ نبودین، لیکن این دروغ شماریده روزی قیامت شرم داشتن به شفاعت روان. و با وجود این که همسرم نیو خواهرم گفتن، پادشاه خواست غصب کند، ولیکن سارا هم
زنی با تقوا و صالحه بود. چقدر که پیامبر صلی الله علیه و سلم احفظ الله یحفظک گفتن، الله تعالی رو محافظت کن، الله تعالی تو رو محافظت میکنه. کسی حدود الله تعالی رو محافظت کند، فرمانهای پروردگار عالم رو اجرا کند، از من کرده های الله تعالی خودداری کند، الله تعالی او رو محافظت میکند. و پادشاه وقتی که به سوی سارا نزدیک شدن میخواست، به زمین غوطه میزد تا زانوش. 3 مراتبه همین خیلی حرکت کرد، 3 مراتبه به زمین غوطه زد. بعد گفت که دعا کن که الله تعالی ما را از این حالت بیرون برآورد. من وعده میدهم که به تو غیر از نیکی دیگر نشان داده نمیکنم. بعد وقتی که دعا کردند، هاجر را تحفه کرد. هاجر یک دخترچه کنیزک بود، از آن پادشاه بود. به سارا تحفه کرد، گفت که این دخترچه یعنی خدمتگاری تو شود بگذار، تو یک زنی صالحه بودی، مقصد همین دختر خدمتی تو کند. وقتی که دختر به سن کمال رسید و حضرت سارا که فرزند نداشتند، ابراهیم علیه السلام هم به سن 86 سالگی رسیده بودند. بعد ناامید شد که مقصد اکنون من فرزنددار نمیشم، بگذار اکنون شوهرم از دیگر زن باشدم خیلی خاک فرزنددار شود. گفته گذشت کرد و هاجر را داد. وقتی که ابراهیم علیه السلام از هاجر فرزنددار شدن، رشک کرد سارا، گفت که دست و پاهای همی کودک میکنم. ببینید یه زنی با تقوایی که اگر دعا کنه در حال دعاش قبول میشد، از رشک چی میگد؟ دست و پاهاشو سراش کنده میپرتون می کودک. و حضرت ابراهیم گرفته به مکه برده موندن از ظلم ظالم که با نکشد آخر. برای آنکه رشک زنها به ظلم و کفر هم برده میرساند. حضرت علی گفتن که غیرت النساء کفر و غیرت الرجال دین. غیرت مردها دین است، رشک مردها دین است. برای آنکه کسی که رشک ندارد دیوث است. این از دینداری انسان است که انسان رشک دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اتعجبون من غیرت سعد، شما مگر از رشک سعد ابن عباده در حیرت ماندید؟ والله لانا اغیر من سعد، قسم به نام الله تعالی که من از سعد دیده به غیرت تر هستم، صاحب رشک بزرگ هستم. والله اغیر منی، الله تعالی از من دیده رشکش بزرگتر است. بعد ببینید الله تعالی به حضرت سارا هم فرزند داد، اسحاق. وقتی که اسحاق فرزنددار میشد، همه پیغمبرها از اسحاق بود و یکی از فرزندانش یعقوب علیه السلام، پدر یوسف علیه السلام. دیگر فرزندانش یوسف علیه السلام. ببینید بعد از نسل حضرت یوسف داوود و سلیمان و بعد حضرت موسی و عیسی و موسی پیشتر از داوود و سلیمان، بعد آخرش پیش از عیسی زکریا و یحیی و عیسی و تمام پیغمبرها از نسل اسحاق است. ببینید با وجود این پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگن؟ الله تعالی فرزندان اسماعیل را اختیار کرد. اسماعیل فرزنددار میشود، پیغمبر نه. نبیره‌دار میشود، پیغمبر نه. 40 فرزندانش فرزند تولد میکنند، یگانتش پیغمبر نیست. لیکن 41مینش جناب محمد صلی الله علیه و سلم، سید الاولین والآخرین، سید اولین و آخرین، فخر فرزندان آدم، از کمری اسماعیل به دنیا آمد. ببینید الله تعالی فرزندان اسماعیل را اختیار کرد، یعنی از فرزندان اسحاق بهتر گردانید. گفتند یک پیغمبر دارد ولی که از همه پیغمبرها بهتر است، صلوات الله و سلام علیه. در ابتدا گویا که الله تعالی اسماعیل را پایان کرد گویا، لیکن بعد 40 نسل ببینید چی فرزنددار شد. واصطفى من بنی اسماعیل کنانه. از فرزندان اسماعیل زیاد هستند، لیکن کنانه را اختیار کرد الله تعالی. بعد از کنانه قریش را، بعد از قریش بنی هاشم را، بعد مرا
از بنی هاشم اختیار کرد. و این خود عبدالمطلب 10 فرزند داشت، از پدرش عبدالله، از پدر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم عبدالله را الله تعالی اختیار کرد. همین گونه یعنی که این پیامبر صلی الله علیه و سلم صاحب بهترین نسب هستند. بعد از این گفتن که و یتولون ازواج رسول الله صلی الله علیه و سلم امهات المؤمنین. بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که و یتولون ازواج رسول الله صلی الله علیه و سلم امهات المؤمنین. اهل سنت و الجماعت همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم را هم دوست می‌دارند که آنها مادران مؤمنان هستند. یعنی مادران مؤمنان به این طریقه که آنها مثل مادر حق و حقوق دارند و اینچنین غیر از اینکه مثل مادر حق و حقوق دارند آنها را خانه‌دار شده نمی شود. حرام است بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم نکاح کردن همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم که مثل مادرانشان هست برای مؤمنان. لیکن همچون مادر خلوت موندن یا همراه سفر کردن این کارها درست نیست. یک جا نشستن بدون حجاب و بدون پرده، چه خیلی که انسان با مادری خودش میشیند یا سفر میکند، این خیلی اجازت نیست. فقط از نگاه نکاح و از نگاه احترام و قدر و منزلت برای مؤمن ها مادر هستند. الله تعالی صراحتا گفت که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. پیغمبر برای مؤمن ها از نفس هایشان دیده اولاتر است و همسرانش مادران مؤمنان هستند. و یقرون بانهن ازواجه فی الاخره. ببینید و اهل سنت و الجماعت اقرار می شوند که زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخرت همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. یعنی که زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم در کجا هستند؟ در جنت هستند. حتی ابن حزم ظاهری رحمت الله علیه میگفت که زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم مرتبهش از ابراهیم خلیل الله هم بهتر است میگفتند. برای چی گوییم؟ برای اون که وها در جنت در همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم است و ابراهیم از رسول الله صلی الله علیه و سلم در پایان تر است میگفتند. لیکن این خلافی قول دیگر علما. اگرچه زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم در جای بلند باشند هم، لیکن حضرت ابراهیم از زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند هستند. و خصوصا خدیجه ام اکثر اولاده. خصوصا حضرت خدیجه رضی الله عنها که بهترین زنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم، بلکه بهترین زنها علی الاطلاق در دنیا هست و یکی از فضیلتاش این است که مادر اکثر فرزندان پیامبر صلی الله علیه و سلم است. یعنی غیر ابراهیم دیگه همه فرزندان پیامبر صلی الله علیه و سلم از خدیجه است. و اول من آمن به و عاضده علی امره. اولین شخصیتی که علی الاطلاق دین مقدس اسلام را قبول کرد. از مردها هم از زنها هم اولین شخصی که دین مقدس اسلام را به یگان چون و چرا، به یگان فکر و خیال با برابر شنیدنش قبول کرد، این حضرت خدیجه است. و عاضده علی امره. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این دین اسلام یاری داد، با پول، با مال، با آبرویش و با دلبرداریش و با خدمتش و با اذیت ندادنش، با غم ندادنش پیامبر صلی الله علیه و سلم را چنان احترام میکرد که در دنیا یگان زن مثل خدیجه شوهرش را احترام نکرده است. و کان لها منه المنزله العالیه. بنابراین در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم منزله عالی داشت، قدری بلند داشت. بعد از آن و صدیقه بنت الصدیق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بعد از آن صدیقه دختر صدیق که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حقش گفتند که فضیلت عایشه بر باقی مانده زنها،
یعنی از عایشه 4 زن بهتر است: خدیجه، فاطمه، آسیه و مریم. و در پنجمینش گفتن که این 4 زنها زنهای مکمل است، همه جهت است. بعد گفتن که و فضل عایشه بر باقی مانده زنها غیر این 4 نفر بر دیگر زنها مانندی ثرید بر دیگر طعام ها. ثرید نان و گوشت، یعنی بهترین طعام میگن نان است. نانی گندمین است. نانی گندمینی که سبوسش از آردهش جدا نشدگی هست. در آسیا شده است. تا زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم مردم ایلک نداشتند، ایلک نمی کردند. یعنی سبوسی آرد را جدا نمی کردند. در آن بسیار فایده های عظیم است. کتاب های طب بگیرید خوانید. بنابراین تا هازا حتی دولت های اروپا هم همین گونه آرد داشتند. ناناش قیمت، خواه جوین باشد خواه گندمین باشد، یعنی سبوسش جدا نکردگی. این آردی فایده‌ناک است و با این نان کردن، این نانی فایده‌ناک است. نانی گندمین یا جوینی که پوستلاخش جدا نشدگی است. و این آردهای درجه بلند، درجه های عالی، اینها مرتبهش پست است. بله اینها در سفیدی بلند هستند، در رنگ و روح شروع هستند، لیکن در طعم و در مزه و در فایده پست هستند. بهترین طعام گفتن نان گندمین و بهترین ایدام یعنی خوریش، چیزی که با آن نان را خورده می شود. نان با قیماق، با شیر، با شکر، با چای، با کارتاشکه، با هرچی با سیر می خورند مردم. لیکن بهترین ایدام گوشت است گفتن. یعنی نان با گوشت می خورید، علال خصوص گوشت گوسفند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که فضیلت عایشه بر دیگر زنها مانند طعام ثرید بر دیگر طعام ها. یعنی البته نان و گوشت، خواه مثلا تندور کباب باشد، خواه مثلا کباب باشد، با نان بهتر است از تشپیره و توپه و اوگرای و دیگر. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم به فهم مردم ساده تر کرده با طعام فضیلت حضرت عایشه را بیان کردند. و همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم 11 نفر بودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را خانه‌دار شدند. اولین آنها حضرت خدیجه بنت خویلد و بهترین آنها. بعد از آن سوده بنت زمعه. بعد از آن عایشه بنت ابوبکر رضی الله عنه. عایشه رضی الله عنها دختر بودند. یگانه زنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دختر خانه‌دار شدند این حضرت عایشه است. و لا شک انها افقه نسائه صلوات الله و سلام علیه. حضرت عایشه فقیه ترین زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم و فقیه ترین زنهای امت. حتی کبار صحابه ها در یگان مسئله اگر برایشان نافهما شود به فتوای حضرت عایشه رضی الله عنها برمیگشتند. مفتی بودند رضی الله عنها و ارضاها. بعد از آن حفصه بنت عمر ابن الخطاب. حفصه دختری عمر ابن الخطاب. بعد از آن پنجمینش زینب بنت خزیمه رضی الله عنها، لیکن کم خانه‌داری کردند، وفات کرد. زینب بنت خزیمه از دنیا گذشت. ام سلمه که در صحبت گذشته نامش گرفتیم. زینب بنت جحش که با نص قرآن الله تعالی نکاح کرده ماندگی هست. و جویریه بنت حارث، این کس 8مین زنی پیامبر صلی الله علیه و سلم. بعد از آن صفیه بنت حیی. بعد از آن میمونه ام حبیبه یعنی دختر ابو سفیان. بعد از آن آخرینش میمونه بنت حارث خاله عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما. الله تعالی از همه ایشان راضی باشد. بعد شیخ الاسلام گفتن که و یتبرؤون
من طریقت الروافض. اهل سنت و الجماعت از راه و روش رافضی ها بیزار هستند، براءت میگویند. یعنی ما پاک هستیم از آنها، ما همراهی آنها نیستیم، ما از آنها پاک هستیم، آنها از ما پاک هستند، ما از آنها بیزار هستیم. میگم از طریقه رافضی ها، الذين یبغضون الصحابه و یسبونهم، آنهایی که صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم رو بد میبینند و حقارت میکنند، دشنام میکنند. و دشنام دادن صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار خطر عظیم دارد. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی که در معجم طبرانی با سند صحیح از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است، گفتند که من سب اصحابی فعلیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. کسی صحابه های مرا دشنام میدهد برای او لعنتی الله و لعنتی فرشتگان و لعنتی تمام مردم باشد. و ببینید لعنت یعنی بسیار گناه کبیره است که یک صحابه را کسی تحقیر میکند یا عیب میکند یا دشنام میکند، برایش لعنت باد. و این چنین و طریقت النواصب الذين يؤذون اهل البيت بقول او عمل. این چنین اهل سنت بیزار هستند از راه و روش ناصبی ها، آنهایی که اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را اذیت میدهند با سخن و با عمل، خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم را حقارت و دشنام میکنند و اذیت میدهند. و اهل سنت و الجماعت یکی از راهشون این است که و یمسکون عما شجر بین الصحابه، زبان خود را نگاه می‌دارند از آن اختلاف‌هایی که بین صحابه ها شده است، بعضی کشاکشی، بعضی نافهمی‌هایی که بین صحابه ها شده است. در همین مسئله اهل سنت و الجماعت زبان خود را نگاه می‌دارند و یقولون و میگویند که این هذه الاثار المرویه فی مساویه منها ما هو کذب. اور روایت‌هایی که درباره یعنی بدیهای صحابه ها نقل شده، صحابه ها را یعنی با بدی روایت میکند، با بدی یاد میکند. این روایت ها منها ما هو کذب، در بین این روایت ها که دروغ است گفتند. و منها ما قد زید فیه او نقص او غیر من وجه عن وجهه. و این روایت ها بعضیش دروغ است، بعضیش زیاد کرده شده است و بعضیش کم کرده شده است و بعضیش از طریق خودش به دیگر طرف روانه کرده شده است، یعنی کمتر مضمونش و حرفهاش تغییر یافته است. و عامه الصحیح منه، و اکثری آن روایت هایی که درباره کارهای بدی صحابه ها روایت میکند و نقلش صحیح است، هم فیه معذورون، در ظاهر اگرچه کاری گناه می نماید یا خطا می نماید، لیکن آنها در آن کارها عذر داشتند. اما مجتهدون مصیبون، یا در آن کار اجتهاد کرده طبق سنت عمل کردند و دو اجر گرفتند. و اما مجتهدون مخطئون، یا اینکه اجتهاد کردند و خطا کردند. مانند حضرت معاویه وقتی که حضرت عثمان کشته شد، به حضرت علی گفتند که قاتل های عثمان را به ما یافته ده تا اینکه ما حکم الله را بر بالای آنها اجرا کنیم. طبق آیات عمل کردن. ما میخواهیم قصاص گیریم، ما اولیای عثمان هستیم، خویش و تبارهای عثمان هستیم. کسی عثمان به قتل رسانید، اونها باید یاوی تو مقصد امیر مسلمان ها هستی و ما قصاص گیریم، ما خویشاوندانش هستیم. یعنی معاویه مجتهد بود و دلیل داشت، طبق قرآن عمل کرد. حضرت علی رضی الله عنه ضد این نبودن، ولی گفتن که کمتر به صبر دعوت کردن. گفتن شما صبر کنید، من امروز امیر مومنین ها شدم، مقصد تا یک استوار شدن دولت، مستحکم شدن خلافت برای من مهلت دهید. من به شما وعده میدهم که قاتلان حضرت عثمان را میآورم و آنها حکم خود را میگیرند. حضرت علی با حکمت کار کردند و حضرت علی یعنی حق بودند و حضرت معاویه هم یعنی اجتهاد کردند و در اجتهادشان
یعنی اگر خطا کرده باشن 2 ثواب میگیرن، اگر درست کرد 1 ثواب میگیرن، اگر درست اجتهاد کرده باشن 2 ثواب میگیرن. یعنی در 2 حالت آنها هم معذور هم مأجور هستند، اجر میگیرند. و هم مع ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابه معصوم. لیکن اهل سنت و الجماعت با وجود این بزرگداشت ها یگان نفری صحابه ها را معصوم نمیدانند. نمیگن که معصوم عن کبائر الاثم و صغائره. یگان نفری صحابه ها از گناه کبیره و صغیره معصوم است نمیگویند. بل تجوز علیهم الذنوب فی الجمله. بلکه میگویند که از آنها هم گناه صادر شدنش ممکن، یعنی آنها معصوم نیستند. ولهم من السوابق والفضائل ما یوجب مغفرت ما یصدر منهم این صدر. ببینید، لیکن صحابه ها یک افضلیت دارند، سابقیت دارند. آنها اول شده به اسلام در آمدند. خیلی که ابن مسعود میگه که کنت سادس الاسلام، من ششمین مسلمان ها بودم. خیلی که حضرت سعد میگن که و کان اول من رمى فی سبیل الله، اولین آدمی که در راه الله تیر پرانده است. یا آدم از جاش میخزد و به نماینده حضرت عمر یا به خود عمر رضی الله عنه خسته شکایت میکند که این میگوید سعد ابن ابی وقاص به جهاد نمی رود و به نمازها دیر می آید و به نماز جماعت اشتراک نمی کند. بعد دعایی بد کردن، پروردگار اگر دروغ گفته ایستاده باشد عمرش دراز کن، گدای و کمبغل کردن و به فتنه زنها گرفتار کن و چشمش نابینا کن. دعایی بد کردن. 120 ساله شد، قاشهاش و بالای چشمش فرآمده بود، در بازارها گدایی میکرد، اگر زنها گذرد دست دراز میکرد. من مردم عیب میکردن که موی سفیدی بدبخت، آخه تو نمیترسی؟ بعد میگفت که من یک شخصی هستم که در بالایم دعای شخصی صالح قبول شده است، یعنی سعد ابن ابی وقاص. یعنی آنها اولین شده در راه اسلام خدمت کردند. بنابراین سبب اولیت این فضل دارد. حتی در امام های هم میگن که اولهم هجرتن یا اسلامن، 2 امام باشد و هر دوشم علمش برابر باشد، هر دوشم حافظ قرآن، هر دوشم حافظ حدیث، هر دوشم عالم باشد. فاقدمهم اسلاما، کدامش اسلام بر وقت قبول کردگی باشد انوی میگذارد، یا اینکه کدامش هجرت کردگی بر وقتر هجرت کردگی باشد، یا که کلامش بزرگ سالتر باشد. یعنی افضلیت ها است. اولین اسلام قبول کردگی مرتبهش بلند است از آنی که دیر اسلام قبول کرد. الفضائل، صحابه ها فضیلت ها دارند که اگر خطاگی کنن اون فضیلت ها این گناه های نیست و نابود میکنند. ما یوجب مغفرت ما صدر منهم این صدر. اگر از آنها یگان خطاگی اگر صادر شده باشد، اون فضیلت ها و سابقیتی که بر اسلام داشتند و اینه بیکار میکند، این گناه ها نیست و نابود میکند. حتی اینو یغفر لهم من السیئات ما لا یغفر لمن بعدهم. حتی به صحابه ها گناه های بخشیده میشد که به غیر صحابه ها چنین بخشیده نمیشد. بعد صحابه ها لان لهم من الحسنات التي تمحو السیئات ما لیس لمن بعدهم. چون که آنها یک نوع حسنات دارند که این خیلی حسنات دیگرها ندارد و حسنات آنها خیلی سیئات زیاده از بین میبرد. بنابراین اگر بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که وقد ثبت بقول رسول الله صلی الله علیه و سلم انهم خیر القرون. در حقیقت ثابت است که به قول جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها بهترین قرنها هستند. و ان المد من احدهم اذا تصدق به كان افضل من جبل احد ذهبا ممن بعدهم. و البته یک کف صدقه صحابه ها از صدقه دیگرها مثل کوی احد طلا باشدم
نصف کف یا یک کفی صحابه ها بهتر است. ثم اذا كان قد صدر عن احدهم ذنب، رفت و از یگان صحابه یگان گناه صادر شده باشدن، فیکون قد تاب منه، یا از همون گناه توبه کرده هستند، او اتی بحسنات تمحو، یا یک کارهای خیر کردن که محو کرد اون کاری گناهی کرده اشان را. ببینید یک زن در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، خیلی که عمران ابن حسین رضی الله عنه روایت میکند، از قبیله جهینه بود، از زنا حامله دار بود. و نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده گفت که یا رسول الله انی اصبت حدا فطهرنی، یا رسول الله من یا حد از حدود الله تعالی را پایمال کردم، مرا پاک کن، مرا پاک کنید، یعنی حد را زنید، مرا سنگسال کنید تا اینکه من از این گناه پاک شوم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم چند مراتبه گردانیدند. وقتی که معین شد که در حقیقت زنا کرده است و حامله از زنا هست، بعد به خویشاوندانش گفتند که احسن الیها، به این زن نیکی کنید، فاذا وضعت فاتینی بها، وقتی که کودکش تولد کرده می شود بعد بیارید به نزد من. ففعل فامر بها نبی الله صلی الله علیه و سلم فشکت علیها ثيابها، بعد وقتی که آوردن پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کردن لباسهایش را به او پیچانیده شد تا اینکه در وقتی سنگسال لباسهاش کشاده شده عورتش به دیگرها معلوم نگردد. بعد فروجیمت، سنگسال کرده شد. وقتی که سنگسال کرده شد و وفات کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش نماز جنازه خواند. بعد حضرت عمر از این کار ناراضی شد، گفت که تصلی علیها یا نبی الله و قد زنت، یا رسول الله شما به این زن نماز جنازه میخوانید حالان که این زیناکار است؟ حضرت عمر بسیار در امر الله تعالی وقاف بودن، وقتی که الله تعالی نکن گفت می ایستادن، از گناه دور بودن. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ای عمر، قسم به نام الله اگر تو رو شیطان در یک کوچه بیند با دیگر کوچه میرود. عمر از گناه دور بودن، بسیار پرهیزگار بودن. بنابراین کسی معیده ترین گناه میکرد غضب میکردند و میخواستند جزای سخت دیدن که حرمات الله را پایمال کرد، حرمات رسول الله صلی الله علیه و سلم را پایمال کرد. بعد یا رسول الله شما به این یک زنی که زنا کرده است نماز جنازه میخوانید مگر؟ گفته غضب کرد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لقد تابت توبة لو قسمت على اهل المدینه لوسعتهم. یک نمود توبه کرد که گفتن اگر توبه اینه به گناه های اهل مدینه تقسیم کنیم به گناه های اهل مدینه میرسد. یک نوع توبه کرد که توبهش اگر به گناه اهل مدینه چقدر گناه کرده باشن تمام انسانهاش به گناه های آنها این توبه تقسیم کنیم برای آنها وسیعگی میکرد، یعنی رسیده اضافگی میکرد. چخیلی که در سنن کبرا با این لفظ آمده است و در صحیح مسلم آمده است اصل حدیث. او غفر له بفضل سابقته، یا رفت و اگر یگان صحابه یگان گناه کند به سبب سابقتش بخشیده میشه، به سبب اون که بر وقت اسلام قبول کرده است. او بشفاعت محمد صلی الله علیه و سلم، یا اینکه به شفاعت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بخشیده میشد که الذی هم احق الناس بشفاعته، صحابه ها سزاوارترین مردم به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. از همه شخصیت های سزاوار به شفاعت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم این صحابگان هستند. او ابتلی ببلاء فی الدنیا کفر به عنه، یا اینکه در دنیا به یگان بلا گرفتار میشن، یگان گناه مقصد یگان کسل میشن یا یگان مصیبت به سرشان میرسه، یگان بلا میآید و به سبب آن بلا گناهشان کفاره کرده شده است. فاذا كان هذا في الذنوب المحققه، این اگر رفت و در آنها در حقیقت گناه صادر شده باشد، این عذرهایی که در بالا گفتیم
فکیف بالامور التي كانوا فيها مجتهدین، پس چی باشد در آن کارهایی که در آن کارها مجتهد بودند، اجتهاد کردند و خطا کردند که ثواب میگیرند. این اصابوا فلهم اجران، اگر طبق سنت عمل کرده باشند در اجتهادشان 2 اجر میگیرند. و این اخطاوا فلهم اجر واحد، اگر آنها خطا کرده باشند 1 اجر میگیرند. و الخطا مغفور لهم، خطاگی آنها برای آنها مغفرت شده است. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قلیل نظر، ثانی آن بعضی عملهایی که از بعضی صحابه ها صادر شده است آن منکر است، یعنی خطا است، نظر بسیار کم است. معیده هست مغمور فی جنب فضائل القوم و محاسنهم، در نزد فضیلت قوم و محاسن قوم، یعنی در نزد کارهای خیرشان غوطه میزند، غرق میشود این یک گناه. من الایمان بالله و رسوله، اون ایمانی به الله و رسولش که آنها داشتند که به ایمان در قلب میشد. بنابراین بعضی علما گفتن مانند ابوبکر ابن عیاش رضی الله عنه، ما سبقنا ابوبکر بکثیر صلاة ولا صیام ولكن شیء وقر فی قلبه، ابوبکر ما رو با بسیار نماز خواندن و با بسیار روزه داشتن پیش نگذشت، لیکن به چیزی که در قلب داشت، یعنی با ایمان. ایمان انسان در قلبش است، لیکن بین فرق ایمان یک مرد و یک مرد دیگر بین زمین و آسمان است. ظاهرا در یک صف ایستاده نماز میخوانند، ظاهرا ارکان اسلام را اجرا میکنند، لیکن ایمان آنها چنان فرق دارد، در قرارت قلبشان محبت الله و رسول فرقیت دارد، ایمان آنها فرق دارد که به قدر زمین و آسمان از همدیگر در ایمان فرق میکنند. ولی جهاد فی سبیل، صحابه ها غیر از اینکه به الله و رسولش ایمان قوی داشتند، در راه الله جهاد حقیقی کردند. ولی هجرت برای الله کردند و نصرت دین کردن، نصرت الله و رسول کردن. الله تعالی و ینصرون الله و رسوله، صحابه ها به الله نصرت دادن و به رسول الله نصرت دادن، گفته به آنها ثنا گفت. والعلم النافع، علم نافع گرفتن، چنان علم گرفتن که گناهاشان بخشیده میشد به سبب این قدر علم. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که شخصی که به مردم خیر را تعلیم میدهد در حق او فرشته ها، مورچه ها در خانه هایش، ماهی ها در آب، در حق معلم الناس الخیر، آن آدمی که به مردم خیر را تعلیم میدهد استغفار میپرسد. این چنین والعمل الصالح، عمل صالحی که صحابه ها دارند، یعنی این قدر فضیلتایی که الان ذکر کردیم، اینو سبب می شود که گناه های قوم بخشیده می شود. و من نظر فی سیرت القوم بعلم و عدل، شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگه کسی که به سیرت ایشان، به ترجمه حال صحابه ها با علم و با عدالت نگاه کند، و ما من الله به علیه من الفضائل، و آن فضیلت هایی که الله تعالی برای ایشان منت کرده است، برای آنها داده است، علم یقینا انهم خیر الخلق بعد الانبیاء، یقینا انیق میداند که آنها بهترین خلق الله تعالی بعد پیغمبرها هستند. اگر کسی ترجمه حال آنها رو میخواند و با علم و عدالت به ترجمه حال آنها تأمل میکند، میداند که آنها بعدی پیامبرها بهترین انسان هستند. لا کان ولا یکون مثلهم، نه بود نه میشود مثل آنها، نه در امتهای پیشینه مثل آنها بود و نه در آینده مثل آنها میشود. به صحابگان این پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی را برابر کرده نمیشد. آنها بعدی پیامبرها است مرتبهشان. و انهم هم الصفوة من قرون، آنها صفوه هستند، یعنی اختیار شده و بهترین قرن هستند از قرنهای هذه الامه، این امت، یعنی بهترین عصر. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیر القرون قرنی، بهترین عصرهای این عصری من است، یعنی آنهایی که مرا دیدند و به من ایمان آوردند و به از دنیا مسلمان گذشتند. التي هی خیر الامم، و بهترین امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم است، لیکن بهترین عصرش با این عصر صحابه است. و
علی الله تعالی، مکرمترین خلق الله تعالی بعد پیغمبرها این صحابگان کرام رضی الله عنهم و ارضاهم می باشد. این بود درباره صحابگان کرام و درباره آل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم که شیخ الاسلام اعتقاد اهل سنت و الجماعت را نقل کردند. در همین قدر کفایت میکنیم. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.